present simple چیه و کجا و چی جوری ازش استفاده کنیم؟ در زمان present simple ما دو مدل جمله میتونیم بسازیم که یک معنی حال بده یا معنی آینده. احتمالاً آیندهش رو نشنیده باشید که بهتون میگم. استفاده هایی که در زمان حال از present simple میتونیم انجام بدیم اینه که راجع به habit، permanent situation، short actions و fact ها صحبت کنیم. habitمون چیه؟ چیزایی که همیشه تکرار میشه، مثل she plays tennis every Tuesday. Do you smoke? I don't travel very often. از قیدهای زمان و قیدهای تکرار میتونیم توی این قسمت استفاده کنیم به راحتی. permanent situation شرایطی که همیشه ثابتن، مثل I live in London. I don't like mushrooms. She works in a bank. Short actions now چیه اینها؟ اکشن هایی که اونقدر کوتاه هستن تا وقتی که ما میخوایم راجبشون صحبت کنیم تموم شدن. مثل چی؟ He takes the ball and scores a goal. مثل گزارش فوتبال و بقیه ورزش های دیگه، تا گزارشگر میخواد صحبت کنه راجبش، بازیکن اون کار رو انجام داده و تموم شده. پس این هم present simple. و چیزهایی که همیشه درستن، فکت ها. People need food. It snows in here. In winter here. و همچنین واسه future یعنی چی؟ ما present simple رو استفاده میکنیم اما معنی future میده، معنی آینده میده. برای کجاها؟ واسه تایم تیبل ها، چیزایی که جدول زمانی دارن و توسط ما ست نشدن، توسط یک ارگانی ست شده، مثل ترین، پلین یا تیکت سینما، تئاتر یا تایم مدرسه. Our train leaves at 11 a.m. A school begins at 9. What time does the film start? The plane doesn't arrive at 7. یه چیز دیگه که هست future in time clauses. ما زمانی که میخوایم عبارتهای زمانی استفاده کنیم، بعد از کلماتی مثل until, when, after, before, as soon as ما میتونیم از present simple استفاده کنیم. برای مثال I won't go out until it stops raining. Stops present simple. ما اگه بخوایم راجع به این قسمت بیشتر بدونیم future in time clauses، باید گرامر subordinate clause of time رو بلد باشیم.